ببین داداش من، مشکل ما خدا نیست، مشکل ما آدمایی هن که به نام خدا هر کار دلشون بخواد میکنن. با پول حلال شراب بخور ولی با پول حرام جانماز آب نکش. همیشه 2 تا آدم حسابی رو تو زندگی برای خودت نگه دار. 2 تا 50 تومانی بهتر از 50 تا 2 تومانیه. میدونی کی دنیا قشنگتر میشه؟ وقتی مردم بفهمن اعتقاداتشون مثل مسواک شخصیه، اون هی بازور به خورد مردم ندن. با کسی که خر بودن انتخاب کرده بحث نکن، سوارش شو. بزرگ کسی که دل بزرگ داره، وگرنه پولو که همه دارن، جدا هم داره. بزرگونه که وجود خرج کردنش داشته باشه. میگن نادرشاه افشار 2 تا رفیق داشته. بعضی موقع شبا میشستن با هم یه سبویی میخوردن. یه شب اینا با هم بودن و فردا صبحش نادرشاه لباس رأس تنش بوده. اینا میان پیش سپاهیان نادرشاه باهاش شوخی میکنن. نادرشاه گردن 2 تاشونو میزنه، میگه کسی که فرق نادر و نادرشاه رو نمیدونه باید گردنشو زد. من دیشب نادر بودم، الان نادرشاهم. میگه بیادب را باده کم ده، بعض را برهم زند. هر کسی را قد جامش باده در ظرفش ببین. آدم باید ظرفیت داشته باشه. اگه یه بزرگی باش نشست و برخواست کرد، حتی خودشی بدونه، پاشو اگیریمش بیشتر دراز نکنه. وقتی موفق میشی که حرکت بعدی تو کسی ندونه. نادرشاه افشار اگر نمیگفت که فردا میخواد چیکار کنه، شبونه نمیکشتنش. میگه شبانگه به سر فکر تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری، نه تاجی به جا ماند و نه نادری. بهلول دعوت کردن تو میدون روستا برای سخنرانی. بهلول گفت من 100 تا سکه میگیرم میام سخنرانی میکنم. خلاص مردم پول جمع کردن، 100 تا سکه رو جور کردن به این دادن و این اتفاقا یه سخنرانی خوبه به درد بخوری هم کرد. بعد کرد منبر اومد پایین، گفت بیان پولاتون رو بگیر. همه تعجب کردن چرا گرفتی که الان میخوای پس بدی؟ خب آدمی که پول تو جیبش باشه خیلی قشنگ صحبت میکنه. شما هم که پول دادین خوب گوش میکنین. میدونی چیه؟ فرقی نمیکنه وقتت، محبتت، مالت. هیچ موقع ارزون روونه کسی نکن. یه قصابی که گوشت ارزون بده همه میگن یا گوشت اولاغه یا گوشت سگه. اینه که آدم ها قدر چیزای ارزون رو نمیدونن. آدم با اصل و نسب در زمان دشمنی هم حرمت نون و نمک و عالیشه، اما آدم بی اصل و نسب در زمان دوستی هم حرومزاده است.